سلام علیکم. سلام محمد. خسته نباشی. خوبی؟ یه سوال خدمتی داشتیم. خوب عزیزم. قربونت. این فرق زن دهاتی با شهری چیه؟ خیلی فرق داره. حالا یک فرقش یه فرق کوچیکش برای ما تعریف کن. زن شهری ترتمیز قشنگ شوک خوابی ها با خوسه یه عطر ملایم میزنه زیر بوتش خش یاورتی خوسه عزیزم شب بخیر تا صبح هم که بود عزیزم اول سرش تا شونه یه واجنه سرش صافی بود اول بعدش مسواکی یزنه تمیز یه آرایش ملایمی هم میکنه ریمیز یا ایشینه عزیزم سلام صبح بخیر تخم مرغ و عسل روزگار بعد کت هم میتورتوری کنه برد مواظب خودت باش عزیزم. خب برگشتن مثلا یه خورده میوه بخر با خودت بیار. حالا زنل دهاتی خون اول شو و بو گیگانی او بخوزی برچو حالا خسته با خورد یه بگیری خوزی هم و بو گیگان سرت گیچه را سرت گیچه را ده خوبی با خوبی افت نصف شو بینی یه چی از بیخ روند پاره که تا دومن یه افت بگوی اخی زن اکبر سفابره یه چیزی پتو مونه دیگو کرم نه بخوزی پشت پای ما بی که قاش خرده بی صبح هم که با خور راسته بگو هم بو گند دهنش آدم خفای بود 20 تا شونه پلاستیکی با بشک تا سر تپ سرش واز کنه. حالا یه حدث خیلی صبونه بخری گرده داخل کلاه مرغی خودونی چنه گرده داخل کلاه مرغی یه خواهی که دمش گی چسبیده گی مرغا چسبیده برداری یاره ایشکنه توی بشقاب بیاد سر قضا بیا بل ایره دورید یسو بچه تا مفعشیر کنه تا اینجا خواه برد بخر دیگو نخری یا نخری عینی درست که مثل بواد چه به تکبارت نخرا باید جنگی قیبره ایگو سر قضا بره نه ما گردی نه چطن چطورن خوش بیده ایتن